برای پخت این کوکی خوشمزه ابتدا کره را با شکر مخلوط کنید و دونه دونه تخم مرغ‌ها را با وانیل ترکیب کنید. مواد خشک را جدا مخلوط کنید و به مواد تر با الک کردن اضافه کنید. آروم آروم هم بزنید تا تمام مواد به خورد هم برن. بعد به مدت 1 ساعت درون فریزر قرار بدید. بعد 1 ساعت مواد رو در بیارید. به گلوله های 20 یا 40 گرمی تقسیم کنید. اول داخل شکر، بعد داخل پودر قند حسابی بقلتونید. پودر قند جوری باید اطراف کوکی رو بگیره که تشخیص رنگ کوکی سخت باشه. داخل توستر یا فری که از قبل به مدت 2 دقیقه گرم کردید بذارید. تایم پخت کوکی نباید بیشتر از 10 دقیقه باشه، چون اگر بیشتر از 10 دقیقه باشه کوکی سفت‌تر میشه.